اعتراض وای برای امنیت دولت با فکر من یگان خلالی ندارد، برعکس پیشروی می شود. در این همین فلسفه دویم ضدیت است، سبب هم ضدیت پیشروی می شود. به فکر من خوب است. در بسیار دولت چیزی مقرر است که داخلی تاریخ این خطر کلان دارد. برای چی؟ برای اون که خلق از جانب دولت دستگیری نیفته است. خلق دقیق کوچه گشته است. به سوی به هیچ کس سوم نمیگیره، سر وقت معاش نمیگیره. همین و دولت زیان نداره. انسان البته حقوق خودش را حمایت میکند، لیکن من راضی نیستم که این فقط به شکل گردی همایی باید باشد و باید یک نزاع خیزاند. هر کس باید حقوق را خودش طلب کند. وقتی که مثال خلق در یک جایگی، یعنی که جمع شده، مثال یک جمع آمده تشکیل میکنن برای دولت، این خطر خیلی زیاد داره. برای همین باید که مثال دولت با همون مثال هر یک شخص باید که حقوق دادگی که حقوق خودش مثال پایمال نکنه. حمایت میکنه، با جنگ نمیرسونه. این ترسوندن نیست، یعنی که این مثال پیشروی است. اون دوران مثلا این دوره‌های جنگ بود و مثال بین همدیگر خیلی نادرستی بود، حاضر خیلی مثلا خوب شده.